سلام علیکم. ویدیو قبلی رو راجع به کتاب ارتباط بدون خشونت اثر مارشال روزنبرگ دیدین. امروز میخوام یک قسمت کوتاهی از این کتاب رو براتون بخونم و معتقد هستم که مشکل خیلی از ما هست. مخصوصا اینجایی که من دارم فعالیت میکنم این خیلی مشکل همه‌گیره هست. از رو میخونم، اگه حوصله داشتید گوش بدید، خیلی به نظرم کمک کننده خواهد بود. 2 جمله نوشته اینجا. یکی این هست: زبان گنگ به سردرگمی درونی منجر میشه. همون بحث عدم شفافیت توی بیان احساسات و بیان درخواست ها هستش. یکی هم میگه که خب افسردگی پاداشیه که برای خوب بودن ما دریافت میکنیم. خب حالا میخواد یه دونه سناریو میگه، این رو گوش بدیم با هم. روزنبرگ میگه که با یک مراجعی که داشته صحبت میکرده: روزنبرگ، چی میخوای به دست بیاری که به دست نیاوردی؟ مراجع: نمیدونم چی میخوام. روزنبرگ: حدس میزدم که همین چیزی رو بگی. مراجع: چرا؟ روزنبرگ میگه که فرضیه من اینه که ما افسرده میشیم چون چیزی رو که میخواهیم به دست نمیاریم و چیزی رو که میخوایم به دست نمیاریم چون هیچ وقت به ما یاد ندادن چطور چیزی رو که میخوایم رو به دست بیاریم و اون رو عنوان بکنیم. یعنی این درخواست کردن رو به ما یاد ندادن. در عوض یاد گرفتیم که دختر خوب و پسر خوب باشیم و همیشه در نقش خودمون خوب باشیم و همون بهتر که به افسردگی عادت بکنیم. افسردگی پاداشیه که برای خوب بودن میگیریم، اما اگه میخوایم احساس بهتری داشته باشیم باید مشخص کنیم که دوست داریم دیگران چه کاری برای ما انجام بدن. حالا یه مثال میزنه. مراجع میگه که خب فقط میخوام یکی من رو دوست داشته باشه. فکر نکنم درخواست غیر منطقی باشه. روزنبرگ میگه که خب شروع خوبیه. حالا که تو میگی میخوام دقیقاً بگی که دیگران چی کار باید بکنن تا نیاز به دوست داشته شدن در تو برآورده بشه. مثلا همین الان چه کاری از دست من برمیاد؟ اینو روزنبرگ میگه. مراجع میگه خب شما میدونی. روزنبرگ میگه خب من نمیدونم. میخوام که خودت به من بگی که چه چیزی میخوای یا دیگران چی کار کنن تا عشقی که تو دنبالش هستی رو دریافت بکنی. و اینجا مراجع میگه که خب خیلی سخته برام. روزنبرگ میگه بله، برمیگردیم به همون شفاف سازی. میگه شفاف سازی درخواست سخته، اما فکر کن چقدر وضعیت سخت‌تر میشه که بخوایم به درخواستی پاسخ بدیم که شفاف نیست. خب این موضوع رو کجا یادتون میاد؟ چه چیزی رو براتون روشن میکنه؟ ما خیلی توی بحث زوج درمانی که حالا ویدیوش قرار آپلود بشه خیلی داریم که زوجین، مثلا خانم به آقا میگه که خب اون میخواستم فلان کار رو برام انجام بده ولی انجام نداد، یا آقا میگه که خب دوست داشتم مثلا به من این محبت رو بکنه، دوست داشتم این کار رو بکنه ولی انجام نداد. و میگیم که خب آیا بیان کردی؟ آیا گفتی که مثلا من دوست دارم وقتی میای فلان کار رو انجام میدی؟ میگه نه، خودش باید میفهمید. آشنا نیست؟ اون خودش باید میفهمید. آشنا نیست براتون؟ اگر ویدیوهای این تیپی دوست دارین برامون بنویسین تو کامنت که ما بیشتر براتون بسازیم. مرسی.